ایستگاه هنر. امیدوار هستم هفته خوش راست کنار فامیل های نازنینتان سپری کرده باشید. امشب با خود فردین جان نواز داریم. البته یک اینترویو مختصر می باشه که از طریق تلفنی با ما باشد. انشالله که خوشتان میاد و مورد علاقتان قرار میگیره. در حین حال یک میوزیک ویدیوی بسیار کوچکی است که پلی میکنیم از مرواری جان است، بانوی بسیار آوازخوان خوبی هستند که مدت 5 سال یا 6 سال هستند که در عرصه موسیقی کار کرده و به هر سبک میخوانند، محلی، غزل، کلاسیک، با چندین سبک مختلف آشنایی دارن. انشالله که خوشتون میاد. همین ویدیوی اولشان هستن که برای ما روان کردن. با ما باشه. خوش آمدید دوستان عزیز. امیدوار هستم که آهنگی را که شما شنیدین از بانو مروارید بود مورد علاقتان قرار گرفته باشه. و در حال حاضر در استودیو از طریق تلفن فردین جان نواز داریم که یک جوان بسیار پر استعداد و پشتکار در حصه موسیقی افغانی خود ما می باشند که انشالله امروزشان اینترویو داریم.
بعض سوالایی میکنیم ازشان و بعض جوابایی بر شما میده و همین اینترویو را شروع میکنیم. فردین جان گل روی خط هستین. در قدم اول سلام، خوب هستین انشالله؟ فراجان خان سلام برسه به شما و به دوستداران هنر و فعلا همین لحظه دوستایی که ما را از تلویزیون تماشا میکنن عرض ادب سلام خدا خدمتشان تقدیم میکنم و برنامه ایستگاه هنر برای خودت، برای شما و دستاندرکاران این برنامه از صمیم قلب تبریک میگم. تشکر فراد خان، شما خوب هستین؟ زنده باشین، تشکر، یک جهان ممنون. فردین جان گل میتونین خدا اما تو مختصر با بیننده های عزیز گرچه حاجت معرفی نیست مگر باز هم معرفی کنین با دوستایی که امرای نام شما و امرای کار شما آشنایی ندارن یک کم بهترتر و خوبتر آشنایی پیدا کنن. اگر بتونین یک کم روشنی پرتین دمی قسمت. زنده باشی فراد گل. بنده خاکی مرید تمام افغانستان، مرید خود مردم ما علاقمند هستم، خودم علاقمند مردم خود هستم و هنر خود هستم. بله. اسم قراره که شما گفتین اسم بنده فردین است، فردین نواز خدابین. ما تقریبا شاید که مبالغه نشد تقریبا 20 یا 23 سال میشه که در رشته موسیقی افغانی دسترسی پیدا کردیم و ذوق علاقه بسیار زیاد دارم، چون که هنر افغانی سوچه است و خوش داریم. فضل خدا همیشه با خوشی مردم بودیم، یک لبخندشون اما کار ما وابسته است. بیشتر خواستیم ذوق علاقه. بله فردین جان میشنوی؟ جانم شما میشنوید؟ بله بله بفرمایید. فعلا کارهای هنری داریم شکر شما باید کارهای ما هستین فراد عزیز و دوستا دوستا بخیر. روی صحنه کارهای بسیار خوبی داریم که اصلا بر مردم ارائه میکنیم. روی توفه بخیر انشالله انشالله. خب فردین جان پیش از اینکه به سوالهای دیگر بریم میخوایم که یک کلیپ بسیار کوچکتان است که به حساب یکی از کنسرت هایتان بود، نمیفهم که در سالهای 2002 یا 2000 از این بین 2002 تا 2004 یا 5 بوده که همین است یک آهنگ هزارگی را خوانده بودین، فکر میکنم کمپوزش از صفدر توکلی بوده. همین را پلی میکنیم تا دوستا بتونه ببینن از کارهای سابقیتان. باز آیستا آیستا میایم به این طرف با کارهای جدیدتر و کارهای بهترترتان. زنده باشی فراد خنده. انشالله خدا کنه که خوش دوستا بیایه و بتونیم یک چند لحظه گوشایشون رو نوازش بتیم بخیر. حتما. پس دوستای عزیز با ما باشید. کلیپ فردین جانه که البته قسمی که باز هم گفتم از چندین سالهای قبل است، کارهای جدیدشان نیست، کارهای سابقیشان است. میریم از کارهای ابتدایی البته بگویم از همونجا شروع میکنیم و ایستا ایستا باز میایم به کارهای جدیدترشان. با ما باشید.
خب دوستان عزیز، من مطمئن هستم که آهنگ خوشتان آمده و حالا یک کمی در سر از بالای زمین آهنگ جربست میکنیم با فردین جان نواز. فردین جان گل، سوال بر خودم خلق شده که چی انگیزه باعث شد که امی آهنگ شما سرودین؟ راستی خدا اصلا زمانی که ما بسته‌بندی امی آثار و یا سیدی را که به نام شایسته بود، تقریبا در مجموع 11 آهنگ ما انتخاب کردیم و به خاطر خوشنودی دوستا دیگه یکی از آهنگ‌ها را خواستیم که از ملیت عزیز ما، از ملیت برادرای بخوارای عزیز ما از طرف از اونام یک آهنگ باشه که اونا را ما خواستم بسازیم، برادرای عزیز ما و بخوارای ما که با موسیقی علاقه دارن و از اونام یک بخش کار ما باشه که انشالله که همیشه در یادشون بانه. دیگه تنها منظور ما همی بوده که ما بتانیم تمام قومیت ها، تمام ملیت ها را، تمام مردم افغانستان را مد نظر بگیریم و با هر گوشه و کنار افغانستان درشان بخوانیم. بسیار عالی، بسیار خوب. فردین جان گل، امی پیشتر یادآوری کردین که یک سیدی کشیدین به نام سیدی شایسته، درست؟ در کدام سال این سیدی در بازار عرضه شد و چند آهنگ داشت و چند مدت در بر گرفت تا شما تانستین امی 11 آهنگ ثبت کنین و اگر بتونین یکم درباره ارنجمنتش هم صحبت کنین که کیا شما را کمک کرد، در کجا ثبتش کردین و چقدر وقت در بر گرفت در مجموع؟ فراد عزیز، فکر کنم سال 2003 بود که ما وارد یک از شهرهای امریکا شدم. تقریبا یک سفر کردیم با ایالات ویرجینیا. اونجا خوشبختانه ما با دوستای عزیز ما آشنا شدیم که در اون جمله ولی جان اشپاری بود که آریانا استودیو قبلا از افغانستان عزیزا با ایشان کاملا با نامشان با کارشان آشنا هستن و بله ما باعث ساختن دوستا که اینجا ما بریم ساسا کار اونا را خود پیش ببریم، چون که قبل از یا مک دو سی دی یکی به نام خوش آدمی و یکی هم درد وطن بود که دیار غربت اونجا تانستیم با کمک یاری پروردگار و کمک والدین عزیزم که اونا ما را همراهی کردن و دوستای ما دیگه همونطور ساسا. خب قافله هنری ما از بسیار جای بسیار مقبول شده و همونطور ساسا ما تانستیم که سیدی شایسته را منسجم بسازیم و آهنگا را انتخاب کردیم با پدر بزرگوارم و بعد یک سال یک نیم سال در راه گرفت تا من آهنگا را، چون وقت مکتبم میرفتم، در این زمان مکتب میرفتم و طرف های دیگر میرفتیم استودیو هفته روز یا 4 روز. زیادتر چیز البته تمام کارهای بخش موسیقیش تنظیم و ترتیب و دایرکت موزیک است خودم با برادرایم کردیم و ثبت کار انجینیریش آقای ولی اشپاری کرد. اونا هم همراه یک سرزت کردن بس و خودم هم شکر که کم و بیش همونطور بسیار زیاد دیگه نید کم و بیش یاد گرفته بودیم. خواستیم که یک سیدی رو برای مردم عزیز خود یک ارائه توفتان و توفه ارائه کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. بسیار یک فیدبک بودیم و یا کار مثبت بود. دوستان ما را استقبال کردن و از همشون تشکر میکنم دیگه. انشالله کارهای بعدی رو مشاهده میکنیم ببینیم چی میشه یا گفته پیش میریم انشالله. فردین جان گل، سوال بعدی است که
دمی خود البومی که جورگ شایسته به نام شایسته که در سال 2005 ریلیز شد اگر اشتباه نگفته باشم، چند تا از این آهنگا مربوط خودتان میشد که به حساب کمپوزش خودتان یا بسته‌بندی می آهنگ خودتان کرده باشین، بندش آهنگ که از خودتان بوده باشه؟ چند دانه کمپوز از شما بوده و چند دانهش بازخوانی کردین؟ در مجموع تو بگویم فراز عزیز، آهنگ من نمیتونم که در اکثر خود برای خود این اختیار بودم که بگویم یعنی کاری را که من خودم یعنی کریم براتون حتما میگم و چیزی که من براتون میگم، یعنی میگم هر کسی که بگوید که من از خود یعنی یک چیز یعنی یک چیز از خود ساخته باشه، بله بله، با صراحت میتونیم بگویم که ما شما الهام میگیریم از مثلا از چیزی که میشنویم دور بر ما یا امو موسیقی که بر ما شنونده میشه، از چی در خانه می باشه، چی در بیرون یا چی در فامیل یا چی در مجلس خوشی عروسی یک جایی باشه. خب خلاصه گپ ما تقریبا آهنگایی است که خودم کمپوز کردیم و زیادتر آهنگایی هم که من از یعنی هنرمندای عزیز افغانستان که ما از دمی سیدی خوانده باشم و خواندیم هم موسیقیش اصلا با مو وقت زمان خواستم که چیزی نو باشه و موسیقیش تغییرات آوردیم، خودم نغمای یعنی حالا جو که شکر امو وقتش برای ما میسر شده بود از طفولیت تا بتونیم یکمکی در راه ورود خود تیوری و عمل کرد موسیقی یکمکی پای بانیم، زحمت بکشیم و شکر فضل خدا استادای بسیار مجسته بوده که ما میشه از اینجا تا خانه خدا خوش هستیم، ما را همراهی که هم شکر است. و در باره البوم شکر شما کلتان شاعر کار ما بودیم که بله بله آهنگ جالب بود و خودت فراجان خودت هم حتما آشناسی با آهنگایم و خودت هم شکر. حتما ما در خود جریان کارهایتان بودیم از اون سالهای که سر آغاز کارهای نریتان که به حساب در مارکت شما سیدیتان عرضه کردین یا از اون زمان که شما شروع کردین ما پهلویتان هم تو ایسا روان بودیم باش. سو پس میتونیم بگویم که 5-6 آهنگ از همین سیدی تان از خودتان بوده باشه، شاید 1-4-5 دانش بازخوانی کرده باشید با یک استایل جدید و مدرن و خوبتر و بهتر، درست؟ از مثلا میتونیم که از او جوان مردا و از او هنرمندایی که خوب خواندن از واقع و بهتر خوانده باشیم تا بله چرا شما اگر سیدی مطالعه کنید یک چند آهنگی هست که خودم با مو زمان بله کمپوز کردیم. بله یکی آهنگ چشم مخمور بود، چشم مخمور یار را نگری، آهنگ یک ایار من یک الهام گرفته بودم، بله بله و آهنگ شایسته تقریبا بسیار خورد بودم، آهنگ از هنرمندش به یادم نیست من تا خودم شنیده بودم کمش من تا اونا بسیار چیز خورد یعنی بسیار آهنگ فوتا شنیده بودم جایش تا بازور من تو کمپلیت یک آهنگ نو ساختم و فعلا هم آهنگ باز سر کار دارم برای شما انشالله ریمیکس شه و یا ریمیک از ما برای شما اتمن میشه. و نام از این آهنگ چی بوده که فردین جان گل؟ آهنگ شایسته آهنگ پشتو بود، چشمانی که راپورت شایسته از یا آهنگ شما همگیتان شاید دوستایی که علاقمند موسیقی ما هستن با این آهنگ آشنایی دارن و حتما بالخصوص خودم، چون که این آهنگ ما در زمانی که در سال 2011 بود یک سفر موسیقی خودم داشتم، البته با افغانستان عزیز که رفته بودم و با اجازه خودت این آهنگ هم خودم هم بازخوانی کردیم، البته از زبان خود شما و خودم بالکل با این آهنگ شما آشنایی داریم. بله و باز دوستان خوشبخت دارم میگم که شما خودتان فراد عزیز نام خدا یک هنرمند بسیار
جوان اما نازنی کاکا و همیشه از خودترکی یک راز امروز برای مردم شد تا باید از گوید که خود در زندگی ما مثلا در زندگی ما خودت هم یک اهمیت داشتی و شاید ما در زندگی خودت اهمیت داشته باشد. حتما و انشالله بعد از این که یک دو ویدیوی دیگه تان هم هست پلی کردیم پس که آمدیم باز دستر از این هم جربست میکنیم و به دوستا میگیم که من خودم شخصا چه رقم موسیقی را آغاز کردم از کدام صفحه یا از کدام جای شروع کردم و چه رقم آموختم تا به حال. در هر حال به هر حال فردین جان گل میتونید درباره آهنگ شایسته که فکر میکنم آهنگ پشتو هست شایسته رازه شعر از زیر برتون کی به حساب نشته کرده باشه و ما شیرش فعلا من به یادم است که خدا بیامرز پدر بزرگوارم به یکی از کتابچه‌های ما فکر کنم وقتی همون دورانایی که من موسیقی رو می‌آموختم این آهنگ نوشته کرده بود و باز ما بسیار گفتم یک جای کوتاه از یک هنرمند شنیدم فکر کنم یکی از این بچه‌های از نوجوانایی که با موسیقی افغانستان و یکی از بچه از این استادای افغانستان بودن اسمشان به یادم نیست و متاسفانه منطقه بسیار آهنگ منطقه کوتاه شنیدیم منطقه باز ایجا ما امریکا کامدم بسیار در بین آهنگ ها گفتم و می آهنگ هم شاید دوستا خوش کنن ما ایره باز دیگه کمپلیت هم شیر شکل چیزی که بابی نشته کرده بود برم ما دیگه منطقه پس چی میگن بازخواهی کردیم و موسیقی شکل بود. البته نگفتن من دوستای عزیز که یکی از آهنگای هم تو تاب و ناب پشتوی فردین جان نواز امی آهنگ است که خودم شخصا به حد اندازه برش علاقه‌مندی خاص دارم بالخصوص بر از امی آهنگشان که به نام راز است. فردین جان گل پیش از اینکه می ویدیوی زمیر ما پلی کنیم شاید این ویدیوی زی از سال 2003 یا 4 پیش از 2005 بوده باشه. از اون زمان آواز تا این زمان شاید بسیار زیاد فرق آمده باشه میتونه که بسیار اما تا کوتاه اگر امی آهنگ یک زمزمه کنین پیش از اینکه خود ویدیوش ما برای دوستای ما پلی کنیم و از سعید جان انصاری که دوست عزیز ما و همکار برنامه ما هستن از اتاق چه اموره برای ما پخش کنن آهنگ بعد از فردین جان که امی زمزمه رو بر شما پیش کنه. فردین جان روی خط هستین و اگر بتونین امی آهنگ رازه را زمزمه کنید. زنده باشی والا خودت مرا اما تو بسیار نقطه اساس گیر کردی خب بازم ما چی میگن شما را نامید نمیسازم آهنگ بسیار جالب است شما بخیر رو تماشا کنین از بسیار وقت بیش از گفته فراده ها مطلب چشمانی کراپورت شایسته رازه یا رازه مطاد یا برای شما اما یک تمثیل بگیرم پیش خود خدا کنه که سال شما بد نشه چشمانی کراپورت شایسته رازه رازه یار رازه یار رازه اولاد پدا میده رازه رازه یار رازه یار رازه یار رازه یار سیدایو پرتا یواری بورا خدا غمونت ناتا زما پتر باندې همیشه رازه یار رازه یار یک آهنگ فولکلوریک از ببخشید. نام خدا بسیار خوب. جالب است که امی آهنگ یادآوری کردین در سال 2011 یا 12 بود. من تقریبا یک چند مدت را که در افغانستان تیر کردم. من خودم شخصا بسیار زیاد دوستای عزیز به موسیقی اصیل سوچه پاک محلی افغانی خود بسیار زیاد علاقه‌مندی خاص دارم. من یک از می بازارا بود که رفتیم و یکی از سیدی که صدای محترم هنرمند محبوب دلهای ما امانی را کار داشتم و خوشبختانه بگویم یا
بسیار هم تو جالب کمی کسد ما در تایپ خانه که آمدیم انداختیم. یک آهنگش بود که به می رقم میرفت که میفتک میرم به گذرگاه و میرم به گذرگاه، که کمپوزش بسیار شبیه بود به می آهنگ رازه رازه که واقعا از تای دل ما رو بسیار خوش ساختک، که این حال ما هم میتونیم که در آینده اگه بخوایم ورژن فارسیش هم جور کنیم و پشتش خب خودت خواندی و میتونیم هم بازخوانی کنیم و بسیار یک خاطره خوشه از دو آهنگ است. میکنیم شما خودتان باز حتما شاید کارا می باشیم دیگه. ما انشالله وقت زمانی که من یه آهنگ خواندیم تقریبا گفتم زمانه بود که ما لیسه و یا هایسکول می رفتم. بله بله. من تقریبا 10-12 سال از این وقت تیر شده دیگه. میتونم حالا همو آهنگا رو پس ما در استودیو سر کار کردیم، بسیار چیزای جالب با همراه ارکستر رو برای شما جور کرده میرم با همراه برادرها، همراه ایدیا جون سارین استودیو همه با کار میکنم و فعلا هم در استودیو بالای 1-2 آهنگ که تازه تمام چیزش با شما انشالله میخوایم طور توفه نشته کردیم به زودی و بازار عرضه میرویم و شما شاید کارا باشین بخیر دیگه ببینیم چی میشه و همیشه ما خوش داریم که همون سپورت و یا فیدبک مثبت از دوستا و عزیزای ما همچون شما و بیننده عزیز که فعلا ما را تماشا میکنن همیشه خوش باشن، سلامت باشن و ما همیشه خوش میباشیم که با خوشی شما و با کامیابی شما سهم بگیریم. زنده باشد. فردین جان اگر اجازه شما باشه میریم به سراغ آهنگ رازه رازه که می آهنگ شما به اون سالا خوانده باشید و دوستا هم ببینن. انشالله پس برمیگردیم به سوالهای دیگر. اجازه باشه. با ما باشه.
خب دوستان عزیز، قسمی که برای شما گفته بودیم هم آهنگ راز رازه را شما تماشا کردین و اطمینان دارم که خوش شما آمده باشه. باز هم فرد اینجا رو روی خط داریم، حالا بعضی از سوالای هنری ازشان داریم که انشالله بر شما جواب میده و پیش میریم به این سلسله. فرد جان گل هستن برای خط؟ فراد جان سلام با شما هستم. تشکر، زنده باشی، لطف دارید، بفرمایید. مهربانین. سوال بعدی که یکی از دوستای ما برای ما روی خط روان کردن که گفته که از فردین جان بپرسین مفهوم هنر چیست؟ هنر اصلا هنر آزادی است. هنر بیانگر سلیقه‌ای که شما داشته باشید، سلیقه‌ای که با وجودتان می باشه، خودش یک هنر است. هنر یعنی زیبایی، هنر نقش عمده عمق زندگی انسان ها و نه تنها انسان ها. و هنر از زمین تا آسمان هنر. ما شما بخیر براتون بگویم که باران هنر از سر ما، از خودشناسی تا خداشناسی، خودش یک هنر است. بسیار خوب، بسیار خوب. و از همین خود دوست داشتن هم میشه باشه یک هنر باشه، درست؟ چطوری؟ البته. و به چی کس و به چی اشخاص می توانیم که بگویم یک هنرمند هستند؟ اشخاص دوست داشتنی، اشخاصی که بتونن به زندگی خود یک خیراندیشی داشته باشن، اشخاصی که بتونن خیر و عافیتشون برای مردم برسن و بتونن مردم از خود بسازن. نه تنها مردم، خلق. میگه همین دوست فرمودیه که از دوستای عزیز ما ایراد خود مخلوق محتوای خود داره و ایراد مخلوق و ایراد خداوند وابسته است. یعنی ما شما میتونیم که مثل که یک اشخاص شما فرمودی شما اشخاصی که یعنی امو لایق امو هنر دارن، ما میتونیم هنرمند باشیم. بسیار زیبا، بسیار خوب. فردین جان گل، آهنگسازی را از چه زمان آغاز کردید؟ بعد امو هنرهای زیبا را گفتم ولی من نمیتونم، من بیانگر هیچ کدام یعنی بیانگر هیچ کدام بخش زندگی و یا کاری نیستم. مقصد صرف همه که یعنی یک عشق و دل دارم، فکر میکنم اونمو برای وادار به این ساخته که شنگ به هنر میزنم. بسیار زیبا. فردین جان گل، سوال بعدی است که آهنگسازی را از چه زمان آغاز کردید؟ یعنی از چه زمان شما رو به ساختن کارهای هنری شدین که شوق علاقه تان به حد اندازه زیاد شد که فردین میخواه یک آهنگ کمپوز کنه؟ اولین آهنگی که کمپوز کردین در کدام سال بود و از کدام زمان شما به این طرف شروع کردین کمپوز کردن و ساختن آهنگایتان؟ فکر کنم بسیار خورد بودم، سالهای شاید 20 سال پیش، تا جایی که بیادم از اولین بار که من موسیقی یاد گرفتم 8 سالم بود. بعد از یعنی اموش تشویق دوستا و پدر مادرم مرا یک ذره جان داد تا توانستم از خود بتوانم یک کم و بیش مطالعه کنم و الهام بگیرم تا بتوانم یک بسته‌بندی یک آهنگ
برای خود یعنی اون شوق خود بکنم. اولین بار به سن 10 یا 11 ساله بودم. 11 ساله بودم که آهنگ خوش آدمی را خوش آدمی که در آن چهره پرده برف کنم شعر از حافظ بود خود بودم. یا آهنگ باز امی ما سی دی رو که ثبت کردیم به اون زمان و یا کست بود. ببخشید ما هیچ مجرد میخوایم دوستا کست بود. اولین کستی که ثبت شد و نام خوش آدمی. بله بله. دیگه اولین آهنگ ما اون وقت پیش خود البته الهام گرفتم کمپوز کردیم. اگر کمپوز میگه شما بوده دیگه همین بندشه که شما یادآوری کردین فردین جان گفتن شعرش از حافظ بود، درست؟ خود آهنگ به یادتان هست؟ آهنگ تو فعلا در کلی یادم نیست، تو شعرش یادم هست. خوش آدمی که در آن چهره پرده برف کنم. ما یعنی خود بودم دیگه. یا آهنگ بله بله کارهای ابتداییه بود البته. ابتداییه بود البته. در آینده انشالله دیگه آهنگایی دارم که باز دوستا عزیزاش باید کارموبی باشن ببینیم چی میشه دیگه. بسیار زیاد دوستا کار داریم. اگر فکر میکنه که ما لایقش داریم البته تشویق به جای نیم. چیزی که حقیقت است. ما را تشویق کنن و ما انشالله به خدمت شما میشانی باشیم. حتما. خب فردین جان بیا که با عمق موضوع موسیقی یک کم نزدیکتر شویم. اندک روی الفبای موسیقی اگه بتونین روشنی پردین که از خاطر این سوال ما میکنم اکثریت جوانای در اکثریت محفل هایی که بودیم یا در بعض جاهایی که به حساب دوستا گپ میزنن از موسیقی از هنر، بعضی از جوانهایی هستن که نو به موسیقی رو آوردن یا بعضی که میخواین به موسیقی رو بیارن یا بعضی که اصلا نمیفهمن. همیشه وقتی که همی موضوع سرگم میشه که میگه که همی سرگم چی معنا به چی مفهوم نمیفهمم، چون امیره در کردنشه یا متا به اصطلاح عامیانه بگیم عزم کردنشه یکم برشان مشکل است. امیره اگر یکم روشنی بتونین پردین تا جوانایی که ما را از طریق پرده تلویزیونی میبینن و هم بتونن امروز امیره درک کنن که سرگم یعنی چی و به چی مفهوم، که تا بار دیگر اگر که در کدام آهنگ غزل یا آهنگای دیگه که بشنون بفهمن که همین سرگم اینی معنا رو میده. اگر دینمی بسیار هم تا اندک روی الفبای موسیقی یکم روشنی پرده. اجازه بدید فرادم گل ما تشکری میکنم از خودت که یعنی این سوال از ما کنیم. تو ما چون زیاد خود امی اختیار و یا امی اجازه را نمیتونم که زیاد بحث یعنی موسیقی را داشته باشیم. منتها مختصرا میتونم براتون اما که بگویم که جوانای امروز اگر میخوان که موسیقی را یعنی استعداد یاد بگیرن، سرگم به معنای امو رفت آمدی که داخل خود چارچوب و چارچوکات یک سکیل که برای شما یاد داده می شود یا مثلا امو الفبا را یک استاد و یک راهنما برای شما میگه. سرگم امو ریاضت است که شما را آغاز موسیقی را برای شما یعنی یاد میده. سرگم امو الفبای موسیقی است که شما را روزمره وقتی که برای شما یک استاد برای امو دست سر موسیقی و یا سر یک هارمونیا و یا یک پیانو دنیای موسیقی شرق البته مطلب من که طرف افغانستان و یا پاکستان اینجا اینا موسیقی شرق و موسیقی ما شما به حساب سرگم و راگ و راگنی و تات و نمیفهمم دیگه بسیار گپای دیگه است. مثلا دیگه فاهم داخل میشه اما هر فامیل موسیقی را که یک راگ یک
فامیل تشکیل میده به اصطلاح. بله بله. او را برای شما تشکیل میده. سرگم مانای ریاضت یعنی شما می بله. سوال ما رو شما جواب دادین، تشکر. نما قدر بود که دوستا بفهمن که یعنی سرگم چی. سرگم قسمی که فردین جان گفتن یعنی به معنای یعنی الفبای هنر موسیقی است، مثل الف ب ت س، یا میتونیم بگیم A B C D و ما تو پیش بریم. تشکر فردین جان از اینکه سوال ما را جواب دادین. پیش از اینکه یک آهنگ دیگه شما را ما پخش کنیم، در چند بخش خودتان آهنگ ساختین برای خود؟ یعنی مطلب شما در چند بخش، در حساب غزل، محلی، فولکلور یا آماتور، با کدام سبت ها تا اکنون یا تا به حال آهنگ ساختید؟ و از زمان طفولیت همون قسمی که گفتی اولین بار که شروع کردیم از این سرگم شروع کردیم. بله بله. کم و بیش، بسیار کم و بیش. هیچ خود من و استادی هستم، من ازم شاگرد هستم، یاد میگیرم و میسیرم که هستیم ازم تشنه هستم میخوایم که دیگم دمی رای موسیقی و یا یعنی همین رای ورودی که برای ما انتخاب شده فیلم بله. میخوایم بگذاره دیگم برای ما خداوند ما رو راهنمایی بسازه که از رای خوبش استفاده کنیم و یاد بگیریم. ما منتها بسیار خوشحال هستم که جوانا همچون شما و دیگه دوستای ما در هر گوشه و کنار دنیا هستن و چی در داخل افغانستان و چی در خارج. بله. کوشش شدمی باشه که بتانم یک کار خوب یا کار نیک انجام بدم و در راستای هنر موسیقی یک زحمت به خود یعنی بقبولانم تا بتانم از خوبیایش بهره‌مند شوم. بسیار خوب، بسیار جالب، تشکر. پس فرید جان اگر اجازه شما باز هم باشه از تکنیک برنامه ما سعید جان انصاری خواهش میکنیم که یکی از آهنگای شما را به دوستا. سوال شما بود، ببخشید سوال شما بود. بله. کدام بخشان موسیقی جور کردیم؟ به بخش فولکلوری و بخش راک بگوییم، به بخش موسیقی غرب. حالا فعلا زیادتر کوشش دارم که موسیقی افغانستان مکس و یک جای کنیم موسیقی ها را از اون طرف به این طرف، چون دیگه دوستان و نه تنها ما تمام مردم دنیا این کار میکنن و ما میخوایم به برابر واسه توان خود دیگه جانرهای مختلف است که مثلا راک است، جاز، بلوز، مثلا ریگی یا اگر هیپ هاپ است، اگر ترانس است، اگر تکنوز، هر چی باشه بتونیم همون موسیقی ها و امروی موسیقی افغانی یک جنگ بکنیم ببینیم چی جور میشه. حتما. بسیار مفکوره جالب، بسیار مفکوره خوب. دوستای عزیز، برای با کسانی که با کارهای فردین جان آشنایی ندارن، فردین جان خودشان یک شخص بسیار آمده به حساب فهم و مفهوم موسیقی بسیار فهم بالایی دارن که از نگاه کلاسیک، از نگاه غزل، به هر سبتی که شما بخواید میتونن بخوانن، چی کلاسیک باشه، چی غزل باشه، چی محلی باشه، چی آماتور باشه. و در پولیش بسیار یک هارمونی خطرناک و اما تو بسیار یک چیز جالب براتون کار میکنه که واقعا تا امروز نخوا دیده باشد. پس بعد از اینکه ویدیوی فردین جان ببینیم پس میایم باز سوالای دیگه هست. شما مهربانی، خواهش با ما باشه دوست.
نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گله انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گله انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس یا الهی من چی سازم این دلی دیوانه را سر به صحرا میزنم خوش نداره خانه را یا الهی من چی سازم این دل دیوانه را سر به صحرا میزنم خوش نداره خانه را نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گله انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گله انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس حسن خوبان را که دیدی عاشق حسنش مشا نقشی او در دل بگیر عاشق نقاش باش حسن خوبان را که دیدی عاشق حسنش مشا نقشی او در دل بگیر عاشق نقاش باش نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گله انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گله انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گله انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گله انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس بیننده های عزیز گرامی، قسمی که شما تماشا کردید میوزیک ویدیوی جدید نو فردین جان نواز با برادرانش که به نام بلبل است. فردین جان روی خط هستند که میتونن یکم معلومات به اختیار شما بگذاره درباره زمین آهنگ. فردین جان گر باز هم خوش آمدی و خوشحال هستیم که با ما هستی. اگر بتونید یکم درباره زمین خود ویدیو مختصر یکم به دوستا یادآوری کنین. میوزیک شکی جور کرده، شعر ازی اسکی است، کمپوز ازی اسکی است، چقدر مدت در بر گرفت؟ این هم شما و دوستا بفرمایید. سلامت باشی فراد عزیز. بعد هم یا آهنگ ما طور توفه برای دوستا ارائه نمودیم. خدا کنه که خوش دوستا بده باشه و توانسته باشیم لحظه‌ای که با ما بودن انشالله که وقتشان ضایع نشده باشه. و در ضمن یه آهنگ مطلع آهنگ یعنی که میگه نیستم مانند بلبل نغمه خوان هر گلی انتخاب من ز خوبان یک گل اندام است و بس. این از مرحوم آهنگ بسیار خود بودم در یکی از آهنگایشان یه شافر گفته بود و باز ما یعنی خوشبختانه این بازخوانی کردم صرف خاطر علاقمندی و یا خوشنودی دوستا خواستم که با یک موزیک جدید و برای جوانای امروز همیشه باید از سروده میشد و
خواستم ولی داشتیم به طرف لس آنجلس دیگه. این آهنگ بسیار خاطره داشت برای زندگی ما و به زندگی بسیار دوستای ما. بله بله. باعث شدن که آهنگ ما باید روی صحنه بیارم و باز دوستا دیگه همه تو های میدان خیگان تا دیگه رفتیم اورم 2 روز ما با موتر سفر کردیم و طرف لس آنجلس رفتیم و خواستیم که یعنی بله بله داخل امریکا رو مگه ما دیدیم خوش شدیم. بسیار وقت ما خوب گذشت و تنظیم و ترتیب موسیقی از یه هنگ با ساحل استودیوز امرای بولیاجان ساحل شده و ترتیب کار بخش پرودکشن فیلمش امرای باسه جان جیلانی که آرجی استودیو و لس آنجلس می باشن امرای ما امریکا و از همه دوستا و علاقمندا تشکر میکنیم تا امروز ما را تشویق کردن و ما تانستیم. زنده باشید. تشکر فرزین جان گل. بسیار وقت برنامه کم مانده، مختصر اگه بتونین درباره ویدیوی بهشتتان صحبت کنیم. فکر میکنم یک ویدیوی حماسی هم دارین که کمک که مختصر باز هم براتون یادآوری میکنم که بگوین پیش از اینکه امو ویدیو پلی شود. بفرمایید. ویدیوی بعدی که شما برای دوستا حتما جالب می باشه درباره افغانستان است و شعرش میهنی است. اینا یکی از دوستای پدر بزرگوارم شعرش برای ما مختلفیت تحول توفه داده بود که ما باز با یک شعر دیگه روز کتاب ارمغان امید مطالعه داشتم که یعنی شعرهای دوست دارم این وطن را، ابر او را، خاک او را، خاک حیبتناک او را. این شعرها را من تمامش یک جا ساخته هم تو کمپوزش ترتیب نمودیم و آهنگ بسیار جالب شد و همراه امید جان میکزاد پرودکشن ویدیوش ترتیب نمودیم و شکر است که فعلا دوستان. فرزین جان گل در آخر برنامه قرار داریم. بسیار معذرت میخوایم که قطع هم کردیم. اگر بتونید معلوماتتان به دوستا بگذارید، آیا شما با محفلای خوشی دوستا هم اشتراک میکنین؟ اگر میکنین نمبر شماره تلفنتان به اختیار دوستا ببرید تا بتونه با شما به تماس بگیره و همچنان اگر به حساب فیسبوک و توییتر و دیگه و غیره و غیره دارین هم میتونین به اختیار دوستا بگذارید تا شما رو بتونه دنبال کنن. زنده باشی فراد جان. من همیشه به خدمت دوستا هستم و می باشم. اگر انشاءالله که خواسته باشن با ما تماس بگیرن از طریق فیسبوک و یا تویتر، اینستاگرام، اگر سنپ چت بگوین امروز دنیای سوشال میدیا امروز شما میتونید مرا با تیم فردین نواز اصلا پیدا کنید و بخیر ما به خدمت شما هستم. باز هم تشکر از برنامه ایستگاه هنر از سعید جان ورکزای. سعید جان انصاری بسیار معذرت میخوایم از جان انصاری عزیز که برادر گلم است و ما همیشه دوستش داشتیم. میستیکل استودیو همراه ما همکار بوده همیشه دیگه. باز خوش هستم که شما یک برنامه تازه برای مردم ارائه نمودید و برای همگی دوستان مبارکباد میگم. زنده باشی فرزین جان. یک جان ممنون که آمدین به حساب همین اینترویو رو شما قبول کردین دعوت ما را. یک جان ممنون. سپاس. پیام آخرتان به دوستا و به هنرمندای نو چی هست؟ پیام ما پیام صلح، پیام همدستی، همدلی، پیام یک جهتی، پیام است که ما همگی ما باید یک جای باشیم، دوستا از یک دیگر بیاموزیم و تا بتانیم اگر با دیگران چی با خود و با مملکت خود و یا با اولاد خود و خوار برادر و مادر پدر برای هر کی که امروز به زندگی ما می باشن بر از نو خدمت کنیم و یک خدمت بزرگ است. پیام ما پیام درس و تعلیم، education. دوستان همیشه باید درس یاد کنه، بسیار متوجه باشن، درس بخونن در زندگی
چی در عرصه موسیقی است و یا چی از هر بخش زندگی که ما بخوایم کامیاب شوند باید درس و یا مطالعه داشته باشند. دیگر پیام ما پیام است، دیگر کدام پیام زیاد ندارم. تشکر از شما از دوستا تا به حال ما را همراه ما بودن، با ما بودن. بازم تشکر، سپاس از همه شما. زنده باشین فردین جان. در دقایق اخیر برنامه هستیم. سوالی که پیشتر از شما سوال کردم، آیا به محفلای خوشی دوستا میرین یا خیر؟ اگر برابر شد چون نیاز دارم میتونه که شما همین شماره تلفنتان به اختیار دوستا هم بگذارید تا بتونه از شما بر شما زنگ بزنن اگر کدام محفل باشه. نمره منیجمنت خود برای شما 1000 دفعه میتونم برای دوستا بتون بفرمایید. 202 368 1066. باز هم دوستای عزیز نگفتن امانه شماره منیجمنت فردین جان نواز که میتونین با ایشان به تماس بگیرین به هر محفلای خوشی شما، چی عروسی باشه، شیرینی خوری باشه و سالگیره باشه، به هر محفلی که باشه، به هر قسمت دنیایی که باشه به خدمت شما هست. بفرمایید. شما کمک بسیار بگم پیش رفتین. ما بسیار مزد میخوایم که حرف شما رو گرفتم. برنامه چون برنامه کنسرت باشه، برنامه عروسی و یا یک برنامه باشه که ما بتونیم تیم خود بسیار یک تیم خوب جور کنیم. موسیقی‌های بسیار برجسته دارم همراه خود دیگه. مجلس‌های که خواسته باشن دوستا که یک موسیقی لایو و موسیقی خوب میخواین که ما بایشان همراهی کنیم، انشالله حتما ما با شما. زنده باشین فردین جان گل. یک جان ممنون، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. دوستای عزیز در دقایق آخر باز هم شماره منیجمنت فردین جان نواز 202 368 1066. اگر که شما میخواین برنامه ما را اسپانسر کنین، یعنی برنامه ایستگاه هنر با فرهاد همصدا، میتونین شما با شماره زایل که در پرده صفحه تلویزیونی میبینید 510 358 26 73 و یا اگر کدام هنرمندی هستید که میخواین بیاین به برنامه و هنرتان با دوستایتان معرفی کنید، میتونین اسپانسر برنامه یک ساعتی ما شوید و از شما خواهش میکنیم که به برنامه بیاین و این برنامه رو پیش برید. باز هم شماره استودیوی ما هست 510 358 26 73. تا هفته بعدی، خدا حافظ. ای میهن عزیز من، ای سرزمین من، ای میهن عزیز من، ای سرزمین من، ای قلب آسیا، ای بهترین من، ای قلب آسیا، بهترین من. سرزمین من. بلبلانت هم آوارد با ملکی دیگرن، دور باد از فضای چمنت زار و زغن، کردی از ره گذری خاک تمیمی انسان، زیب شاهان جهان است چو یاقوت و یمن. وطن
وطن توی یگانه امید جهان من، وطن توی یگانه امید جهان من. ای قلب قهرمان افغانستان من، ای قلب قهرمان افغانستان من. تو سرزمین من. شوقان است مرا تا که گلستان بینمت، پرز گل باغ تو را کو برادش دادمت. خارهای قلم است دامن خاکت روبم، تازه گلزاری تو رشک برد ساغ و سخن. وطن توی یگانه امید جان من، میهن توی یگانه امید جهان من. ای جان قهرمان ای بهترین من، ای قلب آسیا تو بهترین من. سرزمین من. تا که گلستان بینمت، پرز گل